یک هفته بعد پرزیدنت اوباما: کجایی پس؟ چرا جواب نمیدی؟ فری: پیش آقا هستم، نمیتونم صحبت کنم. اومدم بیرون، خودم زنگ میزنم. عظما گفته حسن برگرده گوشیش ازش میگیره، دیگه هم بهش پس نمیده. میگن شیخ فری میگفت باراک جون اول تو خداحافظی کن. باراک: نه حسن تو اول. خلاصه اینقدر طول کشید تا شارژ تموم شد. روحانی گفت ما آماده تعامل هستیم، ولی بدبخت و بیچاره و ذلیل و توسری خور و شکست خوردم نیستیم. اوباما بهش گفت همینو میتونی تو کنفرانس مطبوعاتی بگی؟ روحانی قطع کرد. بابا گفتن نرمش نه جهش، یک کمی صبر کنی. رفسنجانی پیشنهاد کرده نماز جمعه رو یه چند هفته‌ای برگزار نکنن، چون اگه یه بسیجی احساساتی پیشش شعار بده، هرچی روحانی رشته کرده پنبه میشه. پیشنهاد شده شعار بدن آمریکا آمریکا تانکس ز تک زنگ تو.